امیر قباد هستم، 24 ساله از هرات افغانستان. امروز اومدم اتفاقی که واسم افتاده رو واسهتون تعریف کنم. باز اومدیم با یه داستان ترسناک دیگه در خدمتتون باشیم. اگر داستان ترسناک یا خاطره ترسناک مد نظرتون بود، به این آیدی تلگرام بالا ارسال کنید تا ما براتون به اشتراک بذاریم. ممنون. میشنویم داستان. سال 1396 بود که به خاطر وضع مالی بدمون مجبور شدیم خونمون رو بفروشیم و تو خونه کرایه‌ای زندگی کنیم. اینم بگم که تو هرات خونه‌های قدیمی و بازسازی شده و یهودی همین الانش هم توی شهر وجود دارن که این خونه‌ها معمولاً کرایه‌ای هستن و قشر متوسط توی زندگی میکنه. ما هم از بعد روزگار کوچ کردیم توی یکی از همین خونه‌ها که ای کاش هرگز پامون نذاشته بودیم تو اون خونه. خونه قدیمی ساخت و بناش هم مال سالهای خیلی قبل بود. حتی در و پنجره و همه ساختارش مال یهودیا بود. ولی زمانی که اونا از این خونه ها رفتن، مسلمون ها میتونستن از این خونه ها استفاده کنن. سرتون رو درد نیارم، ما هم مستاجر این خونه شدیم. اینم بگم همون لحظه که پامون رو گذاشتیم تو این خونه وارد حیاتش شدم، یک جو سنگینی رو حس کردم. زیاد اعتنا نکردم چون تابستون بود و هوا خیلی گرم بود. گفتم گرمازده شدم حتما. حیات بزرگی داشت و چند تا درخت قدیمی هم توش بود. از لابلای این درخت‌ها که می‌گذشتیم می‌رسیدی به یه پله 4-5 تایی و می‌رفتی تو خونه. خونه بزرگی بود. حتی چند تاش هم خالی موند و چون ما 5 نفر بودیم. من و بابام و مامانم و یه خواهر و برادر کوچیک‌تر. خلاصه شب شد و بعد از چیدن اسباب اساسی خونه شام خوردیم و اینقدر خسته بودم سرمو گذاشتم رو بالشت. نفهمیدم چجوری خوابم برد. اتاق من پنجرش مستقیم رو به حیاط خونه باز می شد. وقتی می خوابیدی یا می نشستی از تو حیاط محوطه خونه رو کاملا می تونستی ببینی. نصف شب از شدت تشنگی بیدار شدم که برم آب بخورم. هوا هم خیلی گرم بود. آب خوردم و رفتم که پنجره رو باز کنم که باد بیاد توی اتاق که متوجه شدم توی حیاط لب حوض انگاری یکی نشسته، اما تو تاریکی صورتش دیده نمیشد. چشامو یکم مالیدم و گفتم شاید توهم زدم و یکی نشسته و ناله میکنه. ترسیدم و گفتم کیه؟ چیه نصف شبی اینجا چی کار میکنه؟ که یهو چشممو به هم زدم غیب شد. زیادی هم جدی نگرفتم. گفتم حتما به خاطر خستگی و کاری زیاد بود. رفتم گرفتم خوابیدم. فردا دم صبح بیدار شدم برای نماز. هنوز هوا تاریک بود. رفتم لب حوض تو حیاط که وضو بگیرم. تا دستمو بردم سمت آب یهو حس کردم یک صدای بم بهم گفت وضو نگیر. دور و برمو نگاه کردم. چیزی ندیدم. قبلش لامپ تو حیاط روشن کردم که کل حیاط روشن بود. همه چیز دیده میشد. بگذریم. دوباره نشستم لب حوض. داشتم وضو میگرفتم که ناگهان توی حوض که مثل آینه خودتو توش میدیدی دیدم یک موجود کریه سیاه که 2 شاخ داشت و چشمای مثل مار و بدنی پرمو و خیلی عصبی و ترسناک بالای سرم وایستاده و با خشم منو تماشا میکرد. چنان ترسیدم که مستقیم افتادم تو آب حوض. نفسم بند اومده بود. از تو آب بلند شدم و اطرافمو نگاه کردم. دیدم چیزی نیست. راستشو بخوای دیگه جرأت نداشتم وضو بگیرم. از ترس خودم رو رسوندم تو اتاقم. بعد از چند دقیقه دیدم در اتاقم یکی میزنه. ترسیدم باز کنم که صدای مادرم رو شنیدم که واسه نماز بیدار شده بود و دلم قرص شد. رفتم در رو باز کردم که مادرم با تعجب گفت چیه؟ چی شده؟ چرا خیسی پسرم؟ صدای از توی حیاط شنیدم. گفتم بیام ببینم چی شده. زبونم بند اومده بود. ترسیده بودم که با استرس گفتم هیچی نشده. من تو حیاط بودم وضو میگرفتم. فکر کنم فشارم افتاده و افتادم توی حوض. مامانم نگران شد و گفت آخ بمیرم واسط پسرم. باش برم یه لیوان آب لیمو و خاکشیر واسط درست کنم. واسه فشار و گرمازدگی خوبه.
از اتاق خارج شد و رفت. خلاصه صبح شد و واسه اتفاق دیشب هنوز توی شوک بودم. رفتم نون بگیرم. کوچه‌مون خیلی قدیمی بود و دالان داشت و سرش هم پوشیده بود. تو روز هم کوچه واقعا تاریک و ترسناک بود. نونوایی سر کوچه‌مون بود. داشتم از دالان میگذشتم که دیدم یه پیرمرد سالخورده 80-85 ساله دم یکی از خونه ها نشسته بود. از بغلش میگذشتم. تا منو دید گفت آی پسر بیا اینجا. رفتم پیشش و گفت شما تازه اومدین اینجا؟ گفتم آره پدر جان، ما دیروز اومدیم توی این محل، خونمون. که یهو حرفمو قطع کرد. با جدیت گفت میدونم، دیروز دیدمتون، حواستو جمع کن پسر، اون خونه جن داره. یهو ته دلم ریخت. با استرس و ترس گفتم جن؟ گفت هر کی توی این خونه اومده تو عرض چند ماه فرار کرده و رفته. حسابی ترسیدم. راستش تا قبل از این ماجراها اعتقادی به این جن و این چیزو نداشتم، ولی حرفای اون پیرمرد حسابی منو ترسوند. خودمو نباختم و با لحن آروم گفتم نه پدر جان، جن کدومه؟ این حرفا چیه؟ که دستمو محکم گرفت و گفت حتما یه چیزایی دیدی توی این 1-2 روزه. خلاصه چند روز گذشت و منم توی این مدت دیگه چیزی ندیدم. بیخیالش شدم و به هیچکی نگفتم، تا اینکه یه شب همینطور یواشکی مامانم جوری که ما نفهمیم توی اتاق دیگه داشت به بابام میگفت مرد این خونه خیلی هواش سنگینه. دیشب نصف شبی یه صداهای عجیب و غریبی از تو انباری گوشه حیاط میومد. تا رفتم ببینم چه خبره، دیدم یه کلاغ سیاه سریع از تو انباری که درشم باز بود اومد بیرون و یهو غیب شد. بابام انگاری یه چیزایی تو این چند روز فهمیده بود. گفت مجبوریم زن، یک جوری باید تحمل کنیم. حواست باشه امیر و بچه ها از این ماجرا چیز نفهمن. من شوکه شدم. الان دیگه برام ثابت شده بود این خونه جن داره، اما چه کار میتونستیم بکنیم؟ شب خوابیدم. تو خواب دیدم یه موجود خیلی زشت و قد بلند، موهاش ریخته رو زمین و از نیمتنه به پایین گرگ بود و از ناف به بالا شبیه کفدار، چشماش سرخ خونی و با ناخونهای بلند و کثیف. بالای سرم وایساده و منو نگاه میکنه که یهو خودشو انداخت رو سینم و داشت منو خفه میکرد. ناخونه تیزش داشت گلومو پاره میکرد. با صدای خشدار و ترسناک بهم گفت از این خونه برید، از این خونه برید وگرنه همتونو میکشم. که تو خواب بلند فریاد زدم خدایا، خدایا کمکم کن. که یهو از خواب پریدم. وقتی بیدار شدم پدر مادرمو بالای سرم دیدم که با غم و اندوه و نگرانی دست پامو گرفته بودن. تا مادرم دید چشمامو باز کردم گفت پسرم چی شده؟ چرا تو خواب جیغ میزدی؟ خودتو داشتی خفه میکردی؟ که متوجه شدم رو گلوم جای چند تا خراش خیلی عمیق بود. بعدش کل ماجرا رو برای پدر مادرم گفتم و همه تو فکر فرو رفتیم که یهو صدای خورد شدن ظرف‌های توی آشپزخونه هممونو ترسون. خواهر برادر کوچیکترم از صدای شکستن ظرفا از خواب بیدار شدن و همه رفتیم توی آشپزخونه که دیدیم چند تا لیوان و بشقاب شکسته شدن و شیشه هاشون هم تو کل آشپزخونه پخش شده. خلاصه همه دیگه فهمیدیم این خونه از جن است. حیرون و سرگردون شده بودیم که چی کار کنیم. حتی خواهر کوچیکم که 14 سالش بود گفت شب دومی که توی این خونه اومده بودیم ساعت 11 شب بود که خواست بره دستشویی. دیده مامانم توی دستشوییه، منتظر میمونه که یهو مامانم از پشت صداش میکنه چرا اینجا وایسادی؟ خواهر کوچیکم نگاه میندازه تو دستشویی، میبینه هیچ کس نیست و لامپش خاموشه. خلاصه از این دست اتفاقات زیاد افتاد تا اینکه تصمیم گرفتیم بریم پیش یک دعانویس. شخصی بود توی یکی از روستاها که به این دعانویس ملنگ بابا میگفتن. کارش هم میگفتن حرف نداره و از اون دعانویسای پولی هم نیست. خلاصه رفتیم پیشش. توی این روستا یه اتاقه که کوچیک فقیرانه‌ای داشت و از اون نظر کرده ها بود.
پیرمرد 70 ساله‌ای بود با ریش سفید بلند و چهره نورانی. کلاه نمدی پوشیده بود تو این گرما، ولی اصلاً عرق نمی‌کرد و گرما هم گویی روش تاثیر نداشت. یه قبای نمدی هم تنش بود. کل ماجرا براش گفتیم و قرار شد بعد از ظهر بیاد خونمونو ببینه که ببینه چه خبره. بعد از ظهر شد و به اتفاق ملنگ بابا رفتیم سمت خونه. ملنگ بابا هنوز وارد خونه نشده بود که خیلی پریشون به نظر می اومد. انگار یک چیزای بد و تلخ و ترسناکی بودن که ما حسش نمی کردیم، ولی اون کاملا درک می کرد و انگار قبلا اینجا اتفاقی افتاده بود، چون ملنگ بابا با کنجکاوی به اطراف نگاه می کرد. وقتی ملنگ بابا پاش تو حیاط گذاشت، حس کردم بعد از این چند وقت برای اولین بار پامو تو خونه پاک و آرومی میذارم. هوا سنگین نبود و حس معمولی به آدم دست میداد. البته برای من، ولی ملنگ بابا زیر لبی یه وردایی میخوند و به اطراف با خشم نگاه میکرد. بعد رو به بابام کرد و گفت شما خیلی خوششانس هستین که آسیب جدی بهتون نزدن، چون این خونه طلسم شده. و داشتم شاخ در می آوردم. تمام بدنم از ترس می لرزید و خدا رو شکر می کردم که هممون سالمیم. خلاصه ملنگ بابا داشت دور تا دور خونه می گشت و ذکر می خوند. بعدش دیدم رفت تو انباری. قبل رفتنش بهم گفت همینجا باشید، داخل نیان تا خودم بیام و بعد بهتون میگم. نیم ساعتی گذشت و ملنگ بابا از تو انباری اومد بیرون. اینم بگم اون انباری خیلی ترسناک بود. حتی تو روز هم حس ترس با آدم میداد. خیلی هم تاریک بود. پناه بر خدا. همونطور که موکلینم از قدرت بالایی برخوردار هستن، بهم گفتن اینجا قبلا تو همین انباری طلسم‌های شیطانی انجام می شده و حیوان‌های زیادی هم قربانی می شدن. این طلسمات مال خیلی وقت پیشه، از یکی از ادیانی که دعانویس شیطانی انجام می دادن و عفریته اجنه کافر احضار می کردن. بعدش ملنگ بابا رو به بابام کرد و گفت من چند تا دعا می نویسم، اینا رو دود کنید و تو کل خونه دودشو پخش کنید، ولی باید پاکسازی کامل انجام بشه. من چند روز باید بیام اینجا و این اجنه کافر رو از این خونه به هر طریقی شده بیرون کنم و طلسمات اون جادوگر رو باطل کنم. بعد گفت دوستی دارم که باید از اون هم کمک بگیرم، اونم تو کارش استاده، آدم و پاک و با خداییه. چند تا دعا نوشت و گفت اینا رو دود کنید، فعلا مشکلی نیست، فردا برمیگردم و پاکسازی رو شروع میکنم. فردا شد. ملنگ بابا با دوستش طبق قولش اون وقت صبح اومد با یه پیرمرد همسن خودش که اونم واقعا نورانی و نظر کرده بود که ملنگ بابا بهش میگفت درویش محمد. از حق نگذریم تو اون سن و سال خیلی قوی و نیرومند و سالم مونده بود. ملنگ بابا و درویش محمد وسایل مورد نیازشون رو گذاشتن تو همون اتاق انباری. ما هم قبلش انباری رو با ترس و لرز مرتب کرده بودیم. بعضی بخورا دود کردن و شروع کردن به دعا و پاکسازی. البته ما رو راه نمیدادن تو، خودشون تنها بودن. ظهر شد و برای نهار رفتم اجازه ورود خواستم و دعوتشون کردم. به اتفاق نهار رو با هم خوردیم. واقعا حس خوبی داشتم از اینکه خدمت همچین آدمای پاکیزه‌ای بودم. بعد نهار ملنگ بابا و درویش محمد نماز ظهر رو خوندن و باز رفتن تو انباری و درش رو بستن. بعد یه ساعت سر صداهای عجیبی از تو انباری به گوش می رسید. اینی صدای جیغ و فریاد که خیلی وحشتناک بود. چند دقیقه گذشت و صداها آروم شد. ملنگ بابا و درویش محمد اومدن بیرون و رفتن سمت چند تا درخت که تو حیاط بود. بعد ملنگ بابا رو به پدرم کرد و گفت یک بیل و کلنگ بیارین. زود خودم رفتم و بیل و کلنگ رو آوردم. ملنگ بابا با اشاره دست بهم فهمون که همین گوشه درخت رو بکن. منم شروع کردم به کندن. بعد که حسابی کندم متوجه شدیم یک چیزی اون زیر خفه شده. از خاک درش آوردیم و خوب پاکش کردیم که متوجه شدیم یه پوسته که درویش محمد گفت این طلسم خیلی شیطانیه که روی این پوست گوسفندی که
قربونی شده بوده نوشته شده. بعدش ملنگ بابا گفت الان دیگه باطل شد. بعد پوست رو سوزوندن و رفتن دوباره توی اون اتاق انباری. خلاصه 4 روز طول کشید و روز 4 ملنگ بابا و درویش محمد که حسابی زحمت کشیدن و خیلی خسته شده بودن تو کل خونمون دوتاشون قرآن خوندن و اونقدر خوندن که واقعا دیگه جو سنگین خونه از بین رفته بود. هیچ اتفاقی رخ نداد. البته ملنگ بابا و درویش محمد روز اول بعد از ظهر پاکسازی رو انجام دادن. 3 روز بعد روزی 1-2 ساعت می اومدن و به گفته خودشون همه پاکسازی و زحماتشون همون روز اول نتیجه داد. خلاصه بعد از تمام شدن و پاکسازی درویش محمد گفت این خونه مال یه ساحره بوده که توش طلسمات شیطانی انجام میداده با چند تا ساحره دیگه و بعدش این خونه رو میفروشن به یه مسلمون و خودشون هم میذارن میرن، چون طلسمات اون همه شیطانی بوده و اجنه کافر توی این خونه زندگی میکردن. بعد از اون هر مسلمونی توی این خونه میاد با آزار و اذیت این اجنه کافر روبرو میشن و حتی چندین نفر توی این خونه زندگی کردن. بعد از صحبت‌های درویش محمد ملنگ بابا به پدرم گفت یه قربونی کن و گوش رو به نیازمندان بده. یه قرآن هم ختم کن. ما هم طبق گفته‌های ملنگ بابا عمل کردیم و همین الان حدوداً 2 ساله که توی این خونه زندگی میکنیم و خدا رو شکر به الطاف خداوند بزرگ و کمک ملنگ بابا و درویش محمد داریم به خوشی و آرومی روزگار رو میگذرونیم. اگر از این داستان خوشتون اومد لطفا ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و با لایک از کانال من حمایت کنید. ممنون که تا اینجای داستان با ما همراه بودید. خدا نگهدار.